سلام عزیزای دل من محمد هستم و امروز اولین ویدیو اعلانی منه. امیدوارم که حمایت شم. فقط دقت کنیم، ما وقتی مچو استارت کردیم 2 نفر استارت کردیم، ولی رفیقم لفت داد و من مجبور بودم تنهایی کار جمع کنم. حالا در ادامه میدیم، برو بریم سراغ این ویدیو. اینجا 2 نفره رو شدم، ولی من مجبور شدم اینجا پناه ببرم. خدایی که داشتم میخوردم، فقط میدونستم باید چه پناه ببرم. اینجا سریع اول نفر راست دادم و گفتم فرصته. برگشتم آقا با آرمور زدم. داشتم آرمور میزدم، منو زد. بس دوباره رفتم پناه گرفتم. با نینجاشو سریع خودم رو نزدیک کردم تا دومین نفرشونو بزنم. این همون دوستمه که لفت داده بودم. خب لابی خوش بگذره. خب اینجا تمام شد. ویدیو رو کات میکنم. اینجا این نفر رو وانشات کردم. دوباره میریم واسه بعدی. اینم وانشات کردم. تموم. خدا این شات خیلی حیف شد. اینجا دنبال اون انمیه بودم، ولی بد جایی پیداش کردم زدمش. حالا نگاه کن. خب دیگه نمیتونه فرار کنه. تمامه. اینجا یه وانشات خیلی نابی کردم. همین که داشتم راه میرفتم که دیدم صدا پا داره میاد. پس پریدم یه شات بروکنی بزنم. خب ولی نشد. ولی اولش یه شات خوبی که چه برس کنم، ولی باز زدمش. دوباره کات اومدم بالا. نخواستم تا این ویدیو زیاد چه صدا پاس کردم. کلاسم فقط انداختم. داشتم هیچ میخورد گیر کرده بود. خواستم بزنمش که بد تایی شدم. من خودم تو کلاس خودم گیر کردم، ولی باز زدمش. خب فقط 2 نفر مونده. استرس گرفته منو. یکی اومد. اول نفر هوا زدم، دومین نفر اومد. دومین نفر میخواستم بزنم، نمیشد. مثلا یه ذره سخت بود دیگه. سعی کردم بزنم، اومدم رو اینجا پریدم رو هوا زدم، وانشات نشد. بعدم گفتم بیریر. تمام. این مچم وین شد. داشتی اگر سطح بازیم خوشت اومد منو لایک و ساب کن و تو کامنت ها بهم انرژی بده تا ویدیو بعدی. خدا نگهدارش. خدا داشت.